خدمتتون هر ماهی تقریبا هر روز 4 دفعه معمولا تکرار میشه. بله. در ماه اسفندم 4 تا چهارشنبه هست. معمولا خیلی کم اتفاق میافتد یه ماهی مثلا فرض بفرمایید 5 تا پنجشنبه داشته باشه. صحیح. بله. اون وقت اینها بی ترتیب اسمهای مختلفی داشتن در قدیم. مثلا اون که اولین چهارشنبه در اسفند ما شروع میشد اسمش مشتلقچی بود. مشتلقچی یعنی مژد آور به اصطلاح. مژد آور. دومش من حالا نمیدونم این اسمها از کجا اومده، یعنی اینها سابقه تاریخی نداره. بله بله. دومش به نام گره بود، یعنی سیاه. حالا چرا سیاه گفتن؟ سومین چهارشنبه را میگفتن کله، یعنی گدکوتا. فکر میکنم چون چیزی به آخر چهارشنبه باقی نمونده مثلا کوتاه حساب می‌کردن. خرده چهارشنبه خرده چهارشنبه. بله خرده چهارشنبه، چهارشنبه کوچه. همین درسته های یوسفا. بله. اون وقت آخرش رو میگفتن آخر چهارشنبه، یعنی چهارشنبه آخر ساعت مراد از سور و سرور و شادمانی اینها بود که در اون شب هم طوری ملازم فرمایید عملی میشد. بله. اینکه فرمودید خیلی آینه میخرن، حتی خود جناب عالی هم یکی خریدید. و یکی هم کوزه هایی که فرمودید حتی برای هر خانواده برای یکیشون، یا حتی امکان داره هر خانواده یه دونه بخرن. لطفاً توضیح بفرمایید که آینه برای چی میخرن و کوزه ها رو برای چی؟ عرض کنم آینه خودش به اصطلاح علامت روشنی است، علامت پاکی دل است. برای خاطر اینو میخریدن. کوزه را برای این میخرن که صبح چهارشنبه سوری قبل از طلوع آفتاب مردم با کوزه های تازه و کهنه سال قبل سر رودخانه های شهر میرن. کوزه کهنه را میشکنن، کوزه تازه را از رودخانه آب کرده با خود به شهر میارن. توضیح بدم که کوزه تازه آب شده را تا شهر ابدا زمین نمیذارن. ملاخ یه چیزی که ملاخ چیه؟ حالا عرض کنم ما هم معمولا همه اهل باغ هستیم. بله. باغات انگور داریم در اینجا. آخرین وقتی که به اصطلاح کار باغ داره تمام میشه ریسمان ها رو میارند و انواع اقسام انگورهای الوان رو میچینند و اونجا میپیچند و میارن در انبارشون. بله بله. اینها رو از میخایی که دارن از رو آویزون میکنن. معذرت میخوام ممکنه اون میلاخ رو بفرمایید؟ همینجا هست خدمتتون، همونجا هست، ملاحظه بفرمایید. اینه؟ بله. و این طوری خوب میماند مثل این است که گاهی الان مثل این است که از انگور تازه مثل انگور تازه میمونه. تازه میمونه. بله. این البته بستگی دارد به اون محلی که این در اونجا آویزان میشه. ممکنه یه جایی باشه که خشک بشه، دردخور نباشه. بعد عبارت است از میوه هایی که در اون فصل پیدا میشه. معمولا گلابی است و به است و نارنگی و لیمو و پرتقال و سیب و آقای تکش اون چیه اونجای سفره؟ این عرض کنم بله این ما در اینجا سجوخ میگیم. سجوخ که شما به این میگید به نظرم باید یه اسمی داشته باشه. ما از این نداریم. از این نه این باسلوخ میگید شما. باسلوخ یه جور دیگه. این از چی درست میشه؟ سجوخ این عرض کنم بله. یه مقداری نشاسته است و یه مقداری شیره انگور است و این به اندازه معین اینو قاطی میکنن. اون وقت این وقتی که خودش میگیره اینطوری لوله میکنند و توش هم یا مغز بادام میذارن یا مغز گردو میذارن. اینا رو میچینن رو سفره، خشک شد تا اندازه میچینن توی خمره مانند یا یک به اصطلاح چیزی که سفالی است. اونجا شکر میبنده خودش. بله. و خیلی خوشخوراک است. Çok güzel olup da güzel çarşambayı. مربوط به همین چهارشنبه سوری؟ بله. درود دیرم از مهمانlara baklar ay belay.
çok güzel yoluktu güzel çarşambayı.